درود فراوان بر دوستان عزیز ایرانگرایان. فر ایران را می ستایم، فر کیان را می ستایم، فر سپاهیان را می ستایم. داستان داره جالب میشه. کلیپ قبلی گفتم که پرچم ایران از یه قوم یهودی گرفته شده و اینکه شمشیر دستشه نشانه یهوده. اصلا شیر با شمشیر نماد یهوده. و من الان 3 سالیه که این ایرانگرایی رو نوین رو مطرح کردم. هم تاج رو برداشتم، هم شمشیر رو برداشتم. قبل از اون که جای دیگه فعالیت میکردم و سایت های دیگه داشتم، همیشه شیر خورشیده که من داشتم هم بدون تاج بود، هم با شمشیر. بدون شمشیر، یعنی هم با تاج مشکل داشتم، هم با شمشیر. شیرهایی که من انتخاب میکردم فقط خورشید داشت و این نماد ایرانگرایی نوینه، یعنی شیر خورشید بدون تاج و بدون شمشیر. الان من بسیار به سلسله قاجار مشکوکم که جز اشباه خزری بوده، سیاست ایران ستیزی داشته و در واقع اون دو شیرمه و ینیچری رو به خوبی اجرا میکرده. اصلا نام خزر رو دریا رو قاجار گذاشته، نماد قوم اشباه یهود خزری، و هنوز در داخل ایران به کار برده میشه. و دیگه برام سوال پیش اومد، ببینیم پرچم زندیه چیه. رفتم دیدم که بابا اصلا پرچم زندیه اصل ایرانیه. قجر که آمد، قوم یهودی قجر که آمد، شمشیر داد دستش و تاج دقیقاً شبیه پرچم جودا. بریم پرچم جودا رو سرچ کنید، دوستانی که صدا ما رو میشنوید بنویسید که Lion of Judah Tribe. میبینید دقیقاً شبیه، رنگاش دقیقاً شبیه پرچم ایرانه. شیرش تاج داره، شمشیر هم دستشه، رو دوششه. یعنی عملاً ما الان پرچمی که استفاده میکنیم در جمهوری اسلامی که البته شیرش برداشته شده، خمینی برداشت، ولی تا قاجار و محمد رضا شاه پرچم قوم جودا، قوم یهودی جودا بوده. الان رنگاش مشکل داره. رنگایی که الان این پرچم داره نشانه قوم یهودیه و میگن سبز اسلام و نمیدونم قرمز خون و سفید صلح، اینا رو بعداً ماسمالی کردن، درست کردن. و باید ما پرچم زندیه برگردیم. منتها ما میتونیم اونجا که سیاه هست در پرچم زندیه، سیاه میتونه باشه البته، یه نوار قرمز هم میتونیم اضافه کنیم بین سیاه و سبز. مهم شیر خورشیدشه. شیر خورشیدش بسیار مهمه که شمشیر نداشته باشه، تاج نباشه. من سالهاست دارم به این سلطنت طلبای عقب مونده و به جریان ایرانگرایی میهنگرا میگم بابا این تاج شمشیر رو بردارید. هم حساسیت آخونده رو ایجاد میکنید، هم کسی الان معلوم شد کسی مال یهوده، هم تاجش هم شمشیرش مال یهوده. دست بکشید از نماد شیر خورشید با تاج و شمشیر. شیر خورشید ایران باید بدون تاج و بدون شمشیر باشه تا نماد قوم جهودی نباشه. باید برگردیم پویش درست کنیم، به همه مردم ایران 80 میلیون به گوششون برسونیم که ما پرچم زندیه رو میخوایم که شیر یهود نیست، بلکه شیر ایرانه. پاینده باشید و بدرود.